سلام میکنم به دوستای عزیزم، به یکی دیگه از آموزش‌های کویک بوکس آنلاین خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم که با هم دیگه یه گشتی بزنیم توی کویک بوکس آنلاین و ببینیم که داشبوردش چه کار میکنه، یا آشنایی مختصری باهاش پیدا کنیم. چون برای هر نرم افزاری اگر شما از قبل باهاش آشنایی داشته باشین، قدرت مانور بالاتری خواهید داشت و اینکه تسلطتون به اینکه هر منو چه کار میکنه بیشتر خواهد شد. اولا اینکه وقتی شما وارد کویک بوکس آنلاین میشین ممکنه که دو تا ویو مختلف داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی دو تا میز کار متفاوت داشته باشین. ممکنه که شما توی بیزنس ویو باشین یا توی اکانتنت ویو باشین. حالا این دوتا ویو چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ فرقش اینه که وقتی شما تو بیزنس ویو هستید یه سری از کارها رو نمیتونید انجام بدید و یه سری چیزها رو نمیتونید ببینید. حالا دوتا چیز خیلی مهم که مشترک هست بین بیزنس ویو و اکانتنت ویو، دوتا در حقیقت آیکن مشابه هست که برای هر دوتا ویو یکیه. خب چی میخوایم الان ما ببینیم؟ اولین چیزی که مشترک هست بین این دوتا ویو، توی قسمت سمت راست این بالا این چرخ دنده هست که میبینید. این چرخ دنده هم توی بیزنس ویو هم توی اکانتنت ویو یکیه. چرخ دنده چی کار میکنه؟ حالا مطمئنا شما با سیستم های مختلف دیگه ای کار کردید و میدونید کاربرد چرخ دنده چیه. چرخ دنده ستینگه. یعنی چی؟ یعنی که شما یه سری از تنظیمات رو میتونید با استفاده از این چرخ دنده استفاده بکنید و ایجاد بکنید. خب من این چرخ دنده رو که روش کلیک بکنم، اگه قرار باشه که من ویویی رو که دارم عوض بکنم، کافیه که برم توی این قسمت و روی این لینکی که سمت راست پایین هستش کلیک بکنم. الان ما احتمالاً توی اکانتنت ویو هستیم. اگر من سویچ کنم تو بیزنس ویو، منویی که سمت چپ هست یه مقداری متفاوت خواهد شد. قبل از اینکه وارد بشم من یه چیز رو اینجا نشون بدم. الان چون ما توی اکانتنت ویو هستیم، ما اینجا ریپورت رو داریم. یادتون باشه ریپورت در حقیقت گزینه‌ای هستش که فقط اکانتنت باید داشته باشه. یعنی که شما به عنوان اکانتنت باید بتونین برای منیجمنت گزارش کار تهیه بکنین و اگه قرار باشه خود اون آدم توی بیزنس ویو بتونه این گزارش ها رو ببینه، دیگه خب چه نیازی به حسابدار داره؟ خودش میتونه بره اونجا اونو ایجاد کنه و ببینه. ولی خب قطعا هر کسی باید سر جای خودش باشه و کار خودش رو انجام بده. برای همین الان اگر من سویچ کنم تو بیزنس ویو، قاعدتا ریپورت رو نباید داشته باشم که البته اینجا داره. من نمیدونم چرا، چون این سمپل کامپنیه. احتمالا تو سمپل کامپنی اینو تغییر ندادن، ولی معمولش اینه که ریپورت رو نمیتونن ببینن اونا. خب حالا این گیر آیکن، برای فکر کنین که این گیر آیکن رو من باز کردم، به من نشون میده که من چه کارهایی میتونم انجام بدم. خب من توی بیزنس ویو یور کامپنی رو دارم. چه کارهایی در زیر مجموعه یور کامپنی میتونم انجام بدم؟ اکانتنت setting، manage users، custom from styles، chart of accounts، additional info. خب و بعد لیست رو دارم، تولز رو دارم و پروفایل رو دارم توی بیزنس ویو. اگر سویچ کنم توی اکانتنت ویو، قاعدتا بعد این تغییر بکنه که البته نمیکنه، نمیدونم چرا. ولی به هر حال هر کدوم از این ویو ها میتونن کارهای خاصی رو انجام بدن و البته که خب توی بیزنس ویو اون شخصی که گرداننده هست خودش نمیاد این کارا رو انجام بده. حتما یا این هاوس اکانتنت داره یا اینکه کسی رو از بیرون از سازمانش در حقیقت استخدام کرده که کارهای حسابداری رو براش انجام بده. فقط مهم اینه که شما بدونید که تو کدوم ویو هستید و چه کاری قراره انجام بدید. البته که اصلا مهم نیستش که واقعا تو کدوم ویو هستید. وقتی شما به عنوان اکانتنت قراره کاری انجام بدین، به همه منوها شما دسترسی خواهید داشت. خب قسمت دومی که امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم
این نیو پلاس نیو هستش. این پلاس نیو توی هر دو ویو یکسانه، یعنی که این چیزیه که مشترکه و هر دو تاشون با هم میتونن ببینن. این پلاس نیو چی کار میکنه برای ما که توی قسمت سمت چپ بالا هست؟ این منوی رو برای ما باز میکنه که به ما انتخاب‌های مختلفی میده که بتونیم تراکنش‌های مختلفی رو انجام بدیم، مثل تراکنش‌هایی که مربوط به کارهای روزمره‌مون هست و دسترسی داشته باشیم به همه کارهایی که قراره در روز برای اون کمپانی انجام بدیم. من الان منو رو باز میکنم که شما منو رو ببینید. این منو که باز بشه ما کارهایی در ارتباط با کاستومر رو انجام میدیم. یه سری لیست داریم، کارهایی در مورد سپلایرز که این سپلایرز میتونه وندرز باشه، خود سپلایرز باشه و کانترکتر باشه. برای تیم یعنی افرادی که زیر مجموعه توی این شرکت هستن و برای این شرکت دارن کار میکنن و یه سری تراکنش های دیگه. خب تراکنش هایی که مربوط به کاستومر هست مال موقعی که ما اکانت ریسیوبلمون درگیر هست. یعنی چی؟ یعنی قراره که ما اینوایسی صادر بکنیم، خدماتی ارائه بکنیم یا پروداکتی رو بفروشیم، محصولی رو بفروشیم و پولش رو آن اکانت دریافت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی امروز ما خدمات و محصول رو ارائه میکنیم ولی پولش رو بعداً دریافت میکنیم. حالا ممکنه ما یه ترمی داشته باشیم، یه قراردادی نوشته باشیم، به توافقی رسیده باشیم با کاستومر یا مشتریمون و قرار شده باشه یا اینکه اونا به محض اینکه اینوایس رو دریافت کردن پول پرداخت کنن، یا ترم 15 روزه داریم یا ترم 30 روزه یا ترم 60 روزه. این به هر حال بر اساس اون کانترکتی که نوشته میشه و قراردادی که تعیین میشه، ترم رو هم توی همون قرارداد جزو یکی از بندهاش میگنجونن و با هم به توافق میرسن که توی چه زمانی ما بابت خدمات یا محصولی که ارائه کردیم میتونیم از مشتریمون پول دریافت کنیم. اگر ببینین اینجا کارهای متفاوتی رو زیر مجموعه کاستومر میتونیم انجام بدیم. از جمله در مورد استیمیت اینجا صحبت کرده، کردیت ممو صحبت کرده که اینا یه خورده بحث‌های پیشرفته تری هست، مال زمانی که شما دارین کارهای مربوط به مشتری رو انجام میدین توی سطح مشتری و شما قراره که پرچس اوردری صادر بکنین و کارهایی رو توی اون زمینه انجام بدین که خود از بحث امروز ما خارج هست، که بعداً وقتی که به بحث اکانت ریسیوبل دوباره برگشتیم، که البته من یه ویدیو دارم که شما میتونین اون اکانت ریسیوبل رو ببینین. من یه توضیح مختصری در مورد این که چجوری اینوایس صادر بکنیم و در مورد استیمیت صحبت کردم، ولی در مورد بقیه چیزا حرف نزدم که به مرور وقتی بهشون برسیم دونه دونه در موردش حرف خواهیم زد. توی بخش سپلایر موقعی هستش که ما اکانت پیبلمون باش درگیره. یعنی چی؟ یعنی که ما خدمات یا محصولی رو دریافت کردیم از مشتری خودمون و قراره که بعداً بر اساس ترمی که با هم به توافق رسیدیم پرداختش بکنیم و برای این کار ما باید یه اینوایس دریافت بکنیم حتما از مشتریمون، از سپلایرز یا کانترکتر یا وندر خودمون باید یه اینوایس دریافت کرده باشیم. خب در مورد اینکه چطور بیل رو کرییت بکنیم هم قبلا صحبت کردم. فقط یه چیز خیلی مهم اینه که اینجا 2 تا چیز بسیار مهم هست که معمولا اشتباه میشه، من در موردش حرف میزنم. یکی اکسپنس هست، یکی بیل هست. اکسپنس چیه؟ اکسپنس موقعی که شما یه هزینه ای رو متحمل شدین و همین امروز پولش رو پرداخت کردید. مثلا شما یه تجهیزاتی رو نیاز دارید، رفتید و وارد یه فروشگاهی شدین و اون تجهیزات رو خریدین، با کردیت کارت شرکت پولش رو پرداخت کردین، همون موقع به شما رسید دادن. اما بیل یه چیز دیگه است. بیل موقعیه که شما یه اینوایس دریافت میکنین از یه وندر، از یه سپلایر یا از یه کانترکتر، شما یه خدماتی ازشون دریافت کردین یا یه کالایی رو ازشون خریدین و قرار نیست همون موقع بهشون پول بدید. و وقتی قرار نیست همون موقع پول بدین، یه ترمی وجود داره و شما باید بعداً لیست AP ایجینگ رو بگیرین و اون مبلغ رو
سر اون ترمی که با هم دیگه به توافق رسیدیم پرداخت بکنیم. معمولا کسایی که تجربهشون خیلی کمتره اشتباهن یا این رسیدای اکسپنس رو میرن تو بیل ثبت میکنن یا خود بیل رو میرن توی اکسپنس ثبت میکنن و این خودش باعث دردسر میشه، به خاطر اینکه اون وقت شما مجبورین که چک بکنین دونه دونه و این اشتباهات رو اصلاح کنین و به اصطلاح این وریا کلین اپ انجام بدین. پرچس اوردر هم موقعی هستش که خب اینا یه خورده بحثای بازرگانی طور هست. یعنی چی؟ یعنی که شاید خود حسابدار خیلی درگیر این قضیه نباشه. اینجا البته توی کانادا معمولا هر دیپارتمنتی خودش کار مجزا انجام میده. جایی که من قبلا کار انجام میدادم ما یه گروه داشتیم بهشون میگفتن اکانت، گروه اکانت، و این گروه اکانت کامیشن بیس بودن و سیلز انجام میدادن و خودشون پرچس اوردر و اینا رو همه رو تنظیم میکردن و با مشتری به توافق میرسیدن، یا اینکه با وندرها همینطور پرچس اوردرها رو از وندرها دریافت میکردن و خودشون اطلاعات مربوط به کارهای بازرگانی رو داشتن. و من به عنوان اکانتنت فقط نیاز بود که شماره پرچس اوردر رو داشته باشم که بدونم پیبل با کدوم پرچس اوردر داره مچ میشه و ریسیوبل همینطور با کدوم پرچس اوردری که ما صادر کردیم داره مچ میشه. و کنترل این قضیه بسیار مهم بود. اما از اونجایی که من خیلی خودم درگیر پرچس اوردر نبودم و نیاز نبود که من ایجاد بکنم، من این قسمت پرچس اوردر رو خودم استفاده نکردم. البته دوستایی که من داشتم پرچس اوردر رو از طریق کویک بوکس آنلاین انجام نمیدادن، چون اصلا هیچ چیزی در مورد کویک بوکس آنلاین نمیدونستن. اونا سیستم های خودشون رو داشتن که کارهای منیجریال انجام میداد و از اون سیستم ها استفاده می‌کردم. من الان اسم اون سیستم یادم نیست، ولی سیستم های بسیار زیادی هستن که با کویک بوکس آنلاین قاعدتاً کامپتیبل هستن. یعنی چی؟ یعنی لینک میشن خیلی راحت، با همدیگه خوب کار میکنن و اطلاعات رو میتونن با همدیگه رد و بدل بکنن. تو قسمت تیم هم اگر ببینین نوشته پیرول، سینگل تایم اکتیویتی، ویکلی تایم شیت. تیم یعنی چی؟ یعنی کسایی که توی این مجموعه دارن کار میکنن و قرار بهشون دستمزد پرداخت بشه. پس قسمت حقوق و دستمزد رو هم اینجا داریم. ممکنه یه نفر سالری بیس باشه، سینگل تایم اکتیویتی داشته باشه و از این استفاده کنن. ممکنه یه سری آدم ها به صورت پارت تایم کار میکنن و به صورت ساعتی کار میکنن. اگه به صورت ساعتی کار بکنن حتما باید ما یه تایم شیتی داشته باشیم که نشون بده که این آدم کی اومده، کی رفته، چند ساعت کار کرده، کی رفته مرخصی، چه روزهایی مثلا اوورتایم کار کرده و اون اطلاعاتی که نیاز هست برای محاسبه حقوق و دستمزد. تو قسمت آدر میبینیم که ما بانک دیپازیت داریم، ترانسفر داریم، جورنال انتری داریم، استیتمنت داریم و خیلی چیزای دیگه. مهمترین چیزی که توی این قسمت آدر مهمه جورنال انتری هست که این جورنال انتری رو ما معمولا برای تراکنش‌های غیر مالی استفاده می‌کنیم، مثل تراکنش مربوط به depreciation و amortization asset هایی که داریم توی شرکت و معمولا سالیانه محاسبه میشه و انجام میشه، یا اینکه قراره که ما اجاسمنتی انجام بدیم. برای اون اجاسمنت ممکنه که به جورنال انتری احتیاج داشته باشیم، یا موقعی هستش که این بیزنس اونر اشتباهاً از کارت های شخصی برای پرداخت هزینه های داخل شرکت یا اینکه پولی ترانسفر کرده باشه برای شخص دیگه‌ای خارج از کمپانی، از حساب‌های شخصی خودش استفاده کرده باشه، ولی در حقیقت مثلا میگم قرار بوده یه تجهیزاتی رو بخره، حالا یا کارت بیزنسش همراهش نبوده یا کارت بیزنس در اون تاریخ مثلا اون لیمیت رو نداشته نمیتونه استفاده کنه، یا اینکه ترجیح داده که مثلا اول با کارت شخصی پرداخت کنه، یا جایی که رفته از کارت شخصی میتونسته استفاده کنه. به هر حال به هر دلیلی که این آدم از کارت شخصیش استفاده کنه، چون این تراکنش داخل حساب‌های بانکی این شخص اتفاق نیفتاده، یعنی داخل حساب‌های شرکت اتفاق نیفتاده، بنابراین ما مجبوریم اون مبالغی رو که این شخص پرداخت کرده
به صورت جورنال انتری وارد سیستم بکنیم. خب اینم از منوهای مختلف مربوط به نیو، یعنی تراکنش هایی که ما روز به روز باهاش در ارتباط خواهیم بود و خب با دونستن اینکه توی قسمت نیو چه اتفاقی میفته و چه چیزهایی رو ما میتونیم اینجا هندل بکنیم، خب کارمون آسان تر میشه و فقط با یه دکمه به همه این چیزها دسترسی خواهیم داشت. ولی این معنیش این نیستش که من فقط میتونم از پلاس نیو استفاده کنم و به این چیزهایی که الان گفتم دسترسی داشته باشم. برای ما خلاصه این مطالب رو توی قسمت منو بذارین ازش خارج شم. توی این قسمت منوی سمت چپ که میبینین خیلی چیزا رو برای ما خلاصه شده گذاشتن، یعنی که ما همیشه از 2 جا احتمال دسترسی به چیزایی که الان گفتم خواهیم داشت. خب فکر کنین که الان مثلا من میخوام به اینوایس دسترسی داشته باشم، چه برم تو پلاس نیو و اینوایس رو انتخاب کنم، چه برم توی قسمت سیلز و اینوایس رو انتخاب کنم، هیچ فرق نمیکنه. از هر دو جاش من میتونم این کار رو انجام بدم. اگر بخوام کرییت بکنم، اینجا کرییت اینوایس رو میزنم و برای من اون صفحه‌ای که مربوط به ایجاد اینوایس هست میاره. و یادتون باشه شما از روز اول که شماره اینوایس رو میدین، این خودش همینطوری اینوایس رو جنریت میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه عدد بهش اضافه میکنه، مثلا امروز 10 17 است، فردا یکی دیگه اضافه میکنه میشه 10 18. حالا نه فردا الزاما، ممکنه یه دقیقه دیگه اینوایس بعدی رو بخوایم صادر کنین، شاید 10 تا اینوایس در روز دارین صادر میکنین و شما نیازی نیست که دستی شماره اینوایس ها رو وارد کنین، مگر اینکه شما برای هر اینوایسی که صادر میکنین یه سیستم عدددهی خاص داشته باشین و نیاز باشه که اون سیستم عدددهی رو برای اون مشتری مثلا رعایت بکنین. خب اون وقتی که شما دستی باید این شماره اینوایس رو تغییر بدید. خب یا این که مثلا من میخوام ببینم بیل رو چجوری این کار انجام بدم، هم میتونم برم تو پلاس نیو بیل رو انتخاب کنم. وقتی بیل رو انتخاب میکنم یه همچین صفحه میاد، این بالاش نوشته بیل، یعنی نشون میده که این بیل هست. یا این که نه، من از قسمت اکسپنس برم توی قسمت بیلز و اینجا اد بیلز رو انتخاب کنم. وقتی این کشویی رو باز کنیم به شما 3 تا گزینه میده. راحت ترین راهش اینه که شما کرییت بیلز رو بزنید. وقتی کرییت بیلز بزنید همون صفحه‌ای که قبلا نشونتون دادم باز میشه و اینجا شما سپلایر رو انتخاب میکنین، ترم رو انتخاب میکنین، بیل دیت رو، دیو دیت رو بر اساس اون ترم خودش محاسبه میکنه و شماره اینوایس اون در حقیقت سپلایر یا وندر یا کانترکتر رو اینجا مینویسین و بعد شرح ماوقع هر چیزی که قراره اینجا اتفاق بیفته رو ثبت میکنیم. ولی توی گزینه‌های بعدی آپلود فرام کامپیوتر، یعنی این امکان وجود داره که شما حتی یک فایل PDF شده رو اینجا آپلود بکنین از روی کامپیوترتون و اون بیاد این در حقیقت بیل رو برای شما بنویسه. یا اینکه شما ممکنه که هر ماه یا هر 2 هفته همون بیل رو تکرار بکنین و میتونین از این Create Recurring Bill استفاده کنین. اما الزاما شما باید اول بدونین که چجوری میشه دستی یه بیل رو ثبت کرد، یعنی اطلاعاتی که وارد میکنین رو چجوری دستی وارد کنین و بعد اگر که احساس کردید که دیگه الان کاملا اشراف دارید به نحوه ایجاد بیل، اون وقتی که میتونین مثلا شما آپلود فرام کامپیوتر استفاده کنین، برای شما اون PDF رو تبدیل میکنه به بیل و بعد شما میتونین کنترل نهایی کنین بدون اینکه بخواین دستی چیز رو ثبت کنین و بعد سیوش میکنین. اما مهمترین چیز اینه که آپلود فرام کامپیوتر درسته که به شما کمک میکنه که در وقتتون یه مقداری صرفه جویی بکنین، اما راه درستی نیست برای کسی که بیشتر از یک نوع پروداکت یا سرویس داره. حالا من یه مثالی از کاری که قبلا انجام میدادم توی اون شرکت قبلی میارم براتون که بیلی که ما میخواستیم صادر بکنیم، یعنی بیلی که دستمون میرسید و ما میخواستیم ثبتش بکنیم، چون این یه شرکت ساختمانی خیلی بزرگی بود و سرفصل‌های مختلفی رو معمولا توی هر بیل درگیر داشتن. مثلا میگم
این شرکت دیولپمنت که من هم جدیداً باشون کار میکنم، از این مثال میارم براتون. ممکنه که توی هر بیل به افراد مختلفی برای کارهای مختلفی پرداخت کرده باشن و فقط یه ارگان مثلا متولی این قضیه باشه، یعنی اون هستش که این پولها رو دریافت میکنه، ولی برای هزینه های مختلف. مثلا میگم ممکنه که توی جاب سایتشون موقعی که دارن ساختمونی رو میسازن مجبور باشن به آرشیتکت پول بدن، مجبور باشن به اداره آب پول بدن، به اداره برق پول بدن، به کارگر ساختمونی پول بدن، به نمیدونم برای اینکه نخاله ها رو جابجا بکنن به اون شرکتی که دیسپوزال انجام میده به اونا پول بدن. خب اینا همه پولای یا به وکیل پول بدن، به نمیدونم اینشورنس پول بدن، بیمه، به شرکت بیمه پول بدن. اینا همه هزینه هایی که برای اون پروژه خاص این آدم باید پرداخت بکنه و اینا قراره که این پول رو به اون شرکتی که این پروژه رو تقبل کرده برای انجامش کلا پول بدن. ولی برای خودشون وقتی دارن اینو ثبت میکنن باید هزینه ها رو توی سرفصل‌های خودشون ببرن. نمیتونن به صورت کلی مثلا این پول رو بگن به کانترکتر پرداخت کردیم. این کانترکتر بابت چیزهای مختلف از شما پول گرفته و شما باید این هزینه ها رو تو جایگاه خودشون بذارین، چون میدونین که تو شرکت های بزرگ برای هر چیزی یه بودجه وجود داره و بر اساس اون باجتینگشون هستش که اونا میتونن این کار رو انجام بدن. پس بهتره که ما اگه قراره که بیل تهیه بکنیم کرییت بیل رو بزنیم. وقتی کرییت بیل زدیم اسم ساپلایرمون رو مثلا انتخاب کنیم. فکر کنین اینه، قبلا این ساپلایر رو من ایجاد کردم. اگر ساپلایر جدیدی هست هر اسم جدیدی اینجا بزنیم، مثلا بزنیم چه میدونم، بزنیم GPS مثلا. خب چون GPS اینجا وجود نداره من بعد این ادنی رو بزنم و بعد اینجا تصمیم بگیرم که من با چه کرنسی دارم پول بهش پرداخت میکنم. اگه این کرنسیش کانادین دلاره که درسته، ولی هر کرنسی دیگه ای باشه این کشویی رو باز کنم به من میگه توی چه کرنسی هست، میتونم اون کرنسی رو انتخاب کنم و بذارم، و البته به شرط اینکه من قبلا مولتی کرنسی رو برای شرکتم فعال کرده باشم. خب حالا فکر کنین جی پی اس رو من ایجاد کردم، ترمش هم مثلا میذاریم دیو آن رسید، بیل دیت رو گذاشتیم، شماره بیلم مثلا 2541 مثلا. خب کاتگوری در حقیقت اون سرفصل هزینه ای هست که من اینجا میخوام ایجاد بکنم. مثلا من میخوام بگم که این ادورتایزینگ برای من انجام داده، دیسکریپشن هرچی هست از روی همون بیل میتونم دیسکریپشن رو بنویسم. حالا امانتش هم مثلا $20، مثلا سیلز تکس هم نداره و بقیه چیزها رو میزنم. حالا اگر من کاستومر قبلا تعریف کرده باشم کلاسش هم اینجا باید بذارم که کدومه. مثلا میگیم که این آدم ادمینه و حالا اگر اتچمنتی دارم اینجا اتچمنتمو میذارم، بهش وصل میکنم و سیو اند کلوز رو میزنم. حالا یه وقتایی هست که شما چند تا بیل رو پشت سر هم باید ثبت کنین، میتونین اینجا این کشویی باز کنین و سیو اند نیو رو انتخاب کنین که وقتی که این ثبت شد خودش اتوماتیک یه بیل سفید براتون ایجاد بکنه خالی که بعد شما بتونین اون بیل رو ثبت کنین. خب اینم از این. الان شما در مورد چرخ دنده میدونین، در مورد پلاس نیو هم میدونین و البته که میتونین همیشه توی این قسمت ها برین و اینا رو باز کنین ببینین که اینا چه چیزهایی هستن. نترسین از این که این منوها رو دست بزنین و داخلش رو ببینین. همیشه همه چی با یه ضربدر قابل برگشته. فکر کنین مثلا من میخوام الان اینجا اوورویو کاستومرز اند لید رو ببینم و اینجا مثلا خب کاستومر رو اگه بخوام ببینم، البته چون این سامپل کامپنی قطعا چیز خاصی نداره ولی بهش زمان بدین که بیاره. اینجا برای شما اطلاعاتی که میخواین رو میاره، مثلا مارکتینگ میاره، اوورویو میاره. باید آدم ها با چیزهایی که قراره با سیستمی که قراره باش کار کنن باید خیلی مانوس باشن. وقتی این اتفاق بیفته شما قطعا میتونین همه کارهایی رو که میخواین خیلی سریع راحت انجام بدین. فعلا که قراره شما کاربری اولیه رو یاد بگیرین
انقدر که شما تبحر پیدا کردین توی کاربری اولیه، مراحل بعدی خب یه مقداری برای شما ساده تر خواهد بود، برای اینکه شما حداقل یه شناخت کلی در مورد خود سیستم خواهید داشت. خب فکر کنم دیگه باید یواش یواش ویدیو رو کوتاه کنیم، خیلی طولانی شد. اگر که شما هر سوالی دارین، سوالاتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید، من همه رو میخونم و جواب میدم. اگر ویدیو خاصی رو نیاز دارین اختصاصی که براتون ساخته بشه، برای من اعلام بکنین که تو چه زمینه‌ای دوست دارید که ویدیو بعدی باشه. البته من همین روال رو پیش میرم، دونه دونه این منوها رو با هم دیگه چک میکنیم که ببینیم هر کدوم منوها چه کار میکنن، که بریم بعداً برسیم به کارهای اصلی که خدمات دفترداری هست و بعد اونجا یه سری شگردها و ترفندها و تریک هایی که وجود داره رو براتون توضیح میدم که بتونین خیلی سریع کاربری کویک بوکس آنلاین یاد بگیرین. ولی یادتون نره بدون داشتن نرم افزار فقط با دیدن آدم چیزی رو یاد نمیگیره. همیشه آدم باید خودش درگیر یه چیزی باشه و اونو امتحان بکنه و با اون امتحان کردن هستش که آدم یاد میگیره. بنابراین من توی دیسکریپشن براتون لینک کویک بوکس آنلاین اکانتنت رو میذارم. نمیدونم آیا تو ایران این اتفاق میفته و شما میتونین این کار رو انجام بدین به صورت مجانی کویک بوکس اکانتنت رو بگیرید، به خاطر اینکه یه کدی از شما همون اول تلفن یه کشوری غیر از ایران رو میخواد که برای شما باید اون کد بیاد وقتی تلفنتون رو وصل کردید، اعلام کردید. و من تا اونجایی که میدونم این SMS یا این کد برای تلفن‌های ایران نمیره. اگه دوستی دارین که تو خارج از ایران هست و میتونه این کار براتون انجام بده، با اون دوست هماهنگ کنین و تمام این چیزایی رو که من گفتم بعد از گرفتن اون کویک بوکس آنلاین اکانتنت امتحان بکنین. میتونید وارد سمپل کامپانیش بشید و ببینین که چه کار میتونین بکنین و فقط با تمرین بیشتر هست که آدم یاد میگیره. من اینجا البته قرار نیست به شما حسابداری یا دفترداری یاد بدم، ولی عملا این آموزش هایی که درباره سیستم هست خیلی متفاوت از خود اکانتینگ و بوککیپینگ نیست، به خاطر اینکه باید یه بیسی وجود داشته باشه تا چیزهایی که گفته میشه در مورد نرم افزار برای شما جا بیفته. اگر شما هنوز دانش حسابداری یا اکانتینگ یا دانش بوککیپینگ یا دفترداری رو ندارید، یعنی بیسیکش رو نمیدونین، یه مقداری ممکنه که این چیزهایی که من میگم در شروع کار براتون سخت بشه. ولی خب به مرور که با هم دیگه پیش میریم احتمالاً اطلاعاتتون انقدر بیشتر میشه و من از شما انتظار دارم که حتما خودتون هم در جهت افزایش دانشتون تلاش بکنین و به این مختصر چیزی که من میگم بسنده نکنید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه و اگه تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین، چون قراره که خیلی ویدیوهای دیگه ای رو من تهیه بکنم و از روی همین خود سیستم بهتون نشون بدم که هر کدوم از این منوها چه کار میکنه و اینکه چجوری میتونین کار بکنین باهاش. و خوشحال میشم اگر که این ویدیو رو لایک بکنین، سیو بکنین، برای بعد نگاه کنین اگر الان فرصت دیدن ندارین و برای دوستاتون بفرستین. خوشحال میشم که این کانال رو به کسایی که بهش نیاز دارن معرفی بکنین. ممنونم. امیدوارم که روز و شب خیلی خوبی داشته باشین. تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. فعلا خدا نگهدارتون.